تو قسمت تنظیمات گوشیتون باید اضافه کنید بچه‌ها. آموزشش هم واسه گوشه شیائومی هستش، هم واسه گوشه سامسونگ هستش و بقیه گوشه که اندرویدن کامل آموزش رو گذاشتم و همینطور واسه سیم کارت های ایرانسل و واسه سیم کارت های همراه اول هر دو تا APN گیمینگ رو گذاشتم، توضیح دادم چیکارش کنید و هر دوتاشو بنویسید داخل تنظیماتتون. دیگه این رفع باگ و رفع لگ پینک 20 رو بهتون میده راحت، دیگه میتونید پلی بدین، پینک خوب بگیرید، رجیستری گادم بگیرید و همینطور کدای DNS امروز هم استفاده کنید بچه. کدای خیلی خوبی واسهتون آوردم، خالی نره تو بازی، خالی هم احتمالاً خیلیاتون شنیدین بن میده، همین که رجیستری خوب نداره ها بچه. اصلا رجیستری فوق العاده ای که مثل DNS های سرور یا سرور گیمینگ چه رجیستری کل مسیر منو میبینیم چه هدشاتایی میزنم، خیلی راحت وارد خیلی راحت میتونید انمیو بندازید ازش ببرید. و یادتون نره بچه ها حمایت کنید، اگه هنوز ویدیو رو لایک نکردید لایک ویدیو رو بکوبید، اگه هنوز عضو کانال نشدید دکمه سابسکرایب بزنید و داخل کانال تلگرام هم بچه جوین بدین، داخل کانال تلگرام عضو بشید. داخل کانال تلگرام میتونید روم های جایزه دار شرکت کنید. امشب یا فرقی نداره و همینطور فالای کاهش نمیدونم آیپد ویو بچه، آیپد ویو رو استفاده کنید اگه هنوز نزدید، یا اینکه آخرین کیفیت بازی اولترا اچ دی 60 اف پی اس حتما میارم، هنوز حتما 60 اف پی اس هم واسهتون میارم. فقط اینکه عضو کانال ها بشید، کانال تلگرام چه کانال یوتیوب. دمتون گرم، بریم با هم دیگه ادامه ویدیو رو ببینیم. اونی که ادامه ویدیو واسهتون میذارم، بازم میگم حتما آموزش تلگرام هم زیر ویدیو هستش، داخل دیسکریپشن ویدیو هستش، داخل بیوی کانال هم هستش. برید توی قسمت پروفایل کانال، اونجا بیو گذاشتم، راحت میتونید عضو کانال تلگرام بشین. و همینطور اگه میخواین یوسی بخرین داخل کانال تلگرام میتونید شما به ادمین 3 نیما پیام بدین، راحت سفارش یوسی بدین با خیلی راحت و سرعت بالا شما میتونید یوسی رو تهیه کنید. اگر میخوای اکانت بخرید یا اگه میخوای اکانت بفروشید، عضو کانال شاپ اکانت امپراتور بشید، به ادمین پیام بدین، به امیر پیام بدین، اونجا خودش بهتون میده، راهنمایی میکنه چه اکانتی حتی مد نظر داشته باشید میتونید بهش بگین، واسهتون پیدا میکنه خیلی راحت. یا اکانتتون رو میخواین بفروشید با خیال راحت شما میتونید اونجا اکانتتون رو بفروشید یا بخرید. دمتون گرم. بریم انتهای ویدیو رو هم بازم فراموش